سلام بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آره هیچی پیش نبردیم، فقط اینقدر تموم شده. آره حالا یه توضیح بدم الان من چرا 11 میل کوین دارم، آیتمام نیدرایتی شده. اینا رو توضیح بدم. یکی اومد و حالا یه داستانی پیش اومد و به ما اولا که 2 بلک نیدرایت داد که اینجا این بلکش هم چیز، بعد این هم که هم چسته اسلواس، بعد این 11 میدم که همون اسپانر رو که حد خواهد کیل داده رو بودیم. اگه اون قسمت ها نگید حتما باید بزنید. از اون کلیده یه اسپانر در بودیم که اون اسپانر رو گذاشتیم برای فروش. اینجا هم الان کار این چند رو میخوام شروع کنیم. الان امیر خواستم امیر بیاد بریم به اصطلاح این چند رو شروع کنیم که آره میره. آره اومد زهر ما اومد. اینجا چرا با کوچیکه هم نایده بودم. چرا هیچی هیچ کاری نکرده این بالا سرمون چی بیچک به غیر از خوردن این کجا آوردی؟ این هدا هم یکی اومد داد دیگه، حرفت نباشه دیگه. آره دست اینا مقدسه، ببریده که قاتله. آره خب خب الان قراره چیکار کنیم؟ قراره ما ببندیم بریم به ادوارد بازی کنیم. من کارگر میخوام. اینجا چرا پر نکرده یابو کارگر خب اون یارو بود که ما آوردیم اینجا رو پر کنه. یارو بود اینجا رو خواست پر کنه، مثل این که میخواست امتحانمون کنه. نمیدونم امتحان عربی بود امتحان فارسی بود چی بود ولی نفهمیدیم. حالا گفت از امتحان سربلند در اومد 2 بلاک ندارید بهمون داد. 50 کی عقب من داده بودم بهش، از وجدان گرفتم 50 کی دادم. 50 کی خدا داشت. ترجمه کن. خب نگرفتم ولی اوکی. گرندستون ما میخواستیم دیگه. مثلا ببینم بلاک ندارید چقدره؟ 160 خورده هزار. 160 خورده هزار. خب دستش درد نکنه. ندارید که منو بده. دستش پیش نه دستش نشکنه. پاش گرندستون همین چجور بود؟ اونی که باش این کمره رو برمیداشتیم گرندستون بود دیگه. اونی که باش این چند تا رو برمیداشتیم. یه اسلاب استون بالا 2 4 تا چوب این برون برش. چوب چی؟ سیلیک همون سیلیک چیه؟ چی با استیک؟ نداشته مکو دوز بابا جان وایسا. من برم بالا رو بکنم. من میرم بالا رو بکنم. ببین کار داریم. اوکی دست بهش نزن کار داریم. چی کار داریم؟ پایین اسلک بند. یه سلام. خب اسلپ. خب اوکی اسلپ سطح اسلپ بالا. الان چیکار کنیم؟ گرندستون بساز. گرندستون بساز نکن. خودم من سکته میکنم. بیا گرندستون بساز. بیا خودم. چه استون دادی به من؟ چوب داری؟ چوب بردار نکنه چوبم نداره. خدایا بعد رو باهوشه. من سلیکتاش میخوام. ویلیجر میخوام. نتیجه ببین فعلا مندینگ نداریم. نداره همینجا بزنم. مندینگ نداریم. خب دکه من در میلیون منو بده. من این دوتا رو اینچنت زدم. این اینچنتش خوبی برمیدارم. من یه وارپ هم وارپ خیلی خوبی پیدا کردم برای داستان ایکس پی. در میلیون گفتی برای چیه این اسپانر بلیزر رو؟ آره. چرت و پاچه یکی 10 تومن. بنده خدا دلم برش سوخت. 10 تومن رفت تو پاچه‌اش اسپانر. داداش اسپانر ولی بالاتر هم میتونستی بدی ها داداش یه ذره چوب نمیزدی تا 20 هم میرفتی. خب افیشنسی آیوی نمیخوام. افیشنسی آیوی داداش شروع کن دیگه. لپیز به من دادی؟ لپیز یه چیز وجود داره اسمش شار.
من ندیدم. خیلی کله. شب کلا رو از کجا میاری؟ چی؟ کلا رو از کجا آره. آوردی خدایی یه قاتلی رنگ تو؟ شده نمیدونم من قاتل بودم تو صوفیان نه قاتلی؟ قاتل یه قاتل چرا ما لولمون همیشه منفیه؟ نمیدونم بابا این هیده رو این هیده خونم تمام شد بده من اسلش بدن اسلش دوست نظرات های منو بده دزد. یکی بلخو رو بده. همه چی به وقتش اول این چند تموم بشه داد یکی بلخو. داد زدی اسلش آره دنت کنم یکی دنت بلخو رو کن بده. دقیقه یه دزدیدم. ایکس پی داری تو؟ از کجا ایکس پی آوردی از ما؟ آمبرکی میریم یه وارپ خوب برای که بچه ها به این سردو بگی بعد نکن نمیشه پی بی که چرا من نمی کنم بابا امیر منم میکنه. ببخش دوست دست به اینا رو نادیده این کله ها رو نادیده بگیرم بدم کنه. کله منم به اینا اضافه نکن. وی کاش نمیشد اتفاق چرب میریختم حوصلم سر رفت. پروتکشن 3 چرا بیشتر نمیده آورکینگ اوکی آب میخوریم. نمیخوام میدونم خوبه ولی نمیخوام چی بود؟ من بالا وایستادم ایکس بیاش میاد پیش من. همطوری ادامه بزن. فایر فول نمیخوام من میخوام. نه منم نمیخوام. آقا یه چیزی بده من یه ندرایتر رو بده من این چند کنم دیگه. حالا که پروتکشن آیویه اکسپی ندارم هورا اینو میذاریم هورا سرمون میریم هورا اسلش هورا ایز وارپه من یادم یا خدا وقتی باهوشی. خب اینا رو این آره این اکسپ خوب میده اسلش ایز وار این اسم وارپه رو باید در بیارم سیف کنم نه من در بیار از بله اینجا. خب میخوای دریایی چی بعد به در من رفتی؟ کی بدی من به تو ربطی ندارم من بیار بالا. حالا یه وارپ خیلی بهتر بود ولی خب حالا همینم خوبه اسبا رو من میخوام بزنم. ما با اینو قاتل بیشتر مرغم. اکسپ میده
اینا چطور هم مقابضت میخوای دارم. در بری؟ چطور میخوای در بری ها؟ نمیدونم. Which is what چون من این این آیرونا رو واتر بار بفروشم. اوکی این من بریم این چیز نگاه کن میخواد آیرون بفروشه وای من برم زیر تریلی بله بفرما. مرسی. برسیده داری. چرا لکنت گرفتم؟ بری شیشی اپا کشی؟ بشی دیگه میشیشی چی؟ چرا بیتا تتتتی؟ تتتتتتتی. نهایت تلاش امیر برای جذاب شدن کانتنت آره چه همینه که کنیم؟ هست من خدا میخوام برم تو بیست یارو بابا. کمک. بمیرم. میر نمیشه تو ایکسی بیستش جمع مون. کن فوشت میدم بچه ها کنید میخواد فاشم بده. 57 تا چقدر لول دارم. خب منم یه دوتا بزنم تو برو بیس یه 4 تا لپیزم به من نداد. گیدو. من گیدوام. من لپیز میخوام. خب من ماهی ها رو کجا میتونم بفروشم؟ ماهی ها رو اینجا میتونم بفروشم. 800 تا بهم داد. همیشه به درد نخوره رو بفروش. خب صدرا یاد بگیرم. دیگه چه خبر دیگه والا لپیز نداریم. موق نداریم گوش نداریم دوستمون 10 میل داره. یه لپیز برامون نمیگیره. والا دیگه چی بگم؟ دیگه خودت بگو دیگه چه خبر والا سلامتی نکبک میده. امبیت چیه؟ اه، امبیت وی داد. انبیت چیه بابا یه این چند امبیت وی چیزم هست. زردم هست. این چند تا من تو موقعیتش نمیدونم چیه صادقانه بخوام بگم پروتکشن وی آمبرکینگ همین خوبه پروتکشن آیوی پروتکشن شاید این آیوی چند خوبی باشه. وای بچه ها بذار ریختم تو بپرسم. کوچه یه سال بلست پروتکشن بگیرم یا برم چرا نه؟ بلست بزنم رو ولش کن میرم برم پروتکشن بهتر فایر پروتکشن 3 نمیخوام پروتکشن آیوی اوکی اوکی خوبه خوبه آقا بیا نگاه کن صدرا. خب بیا اینجا اینو ببین. این چه این چندیه؟ چیز مهمیه. بده من چپ شدم. برو روی ما به امتحان کن این چند بیا تا اینجا. واقعا نمیدونم واقعیتش نمیدونم خب الان همه رو این چند تا زدی من نه هیچ این چند نزدم. سردار این چند تا اینجا نمیارم. سردار بابا یه این چند تا جدیدی داره. نمیدونم چیه. نمیدونم ولشون کنم بگیرمشون. این چند تا پای میگم شاید خودمون دیگه خوب آقا ولش باشه. خوب باشه که خوب چی؟ یه سر بمون سی ای دیگه. بزنم پاور این پروتکشن آیوی. داداش من همش پروتکشن آیویه
این چیه الان؟ اینو من میگیرم، من اینو جدی دوست دارم رفلکت میگیرم. چیه؟ رفلکت همین ببین من اینو چیه؟ گرفتم. ببین اوهای دلقک بیاین ببین این خوبه به نظر گرفتم 3000 یا اول فاز دپت سرایدر فایر پروتکشن مندینگ پروتکشن اوی ایکس فایر پروتکشن به دردت نمیخوره. اسکل نیست که طرف اینو بذاره وقتی فایر پروتکشن داره نمیشه همش زد رو لباس که. میرش مالی گرفتم باشه دیگه. بذار ببینم میشه شاید شد حالا یا نبیل بده ببینم. اگر شد که نمیزنم بابا. 2 دقیقه وایسا نمیزنم عجب گداییه. بزنم هم کفشه رو میدم بهت. رو کفش نزن بابا برای کفشه میشه 17 تا لول میخواد. بده من دارم. گرمه. آقا چیکار؟ برای من 44 تا احتمالا ما این چند کنیم کامل. بریم یه بچم بدوارز کد کنیم. نه ما احتمالا اینا رو کامل این چند کنیم بعدن اگه کارگرم گرفتیم که ویدیوشو میگیریم. کارگرم گرفتیم که اینجا رو کارگر میاریم. آره و احتمالا اینجا کارگر میاریم ولی خود اگه کارگر پیدا نشه خودمون هم اینجا رو تکمیل میکنیم. میادی مردم. چرا الایترام باز نشد؟ کو وسایلم. بابا بغل بیکن چند تاشو برداشتی اعتراف کن. یه کارگر پیدا شد. بابا زیاده میگم TPA accept. این کارگر اینجا رو چی کنه دیگه؟ منم پول نمیدم تو صد 10 میل پول داره تموم شد. نه ببین کامل اوکی میکنی. چی میگی؟ MSC بدم بهش. MSC میدیم بهش. چی بدونم 700 کی بیشتر پول ندارم. خدافظی کنیم. نه دیگه اینو آیدیش چیه؟ آیدیش رو بخون. کریم ها؟ کریم دیگه کریم. اوکی کریم 21 نه 2 تا 21 کریم خانم. چرا خانومه؟ کریم ولی خانوم اسکینش برای من خانومه. کریم خانوم جواب رو میکنی متریال کریم کجا برم؟ نه محمده کریم خانوم امیدوارم یارو MSC بده. MSC نده پشتش میدی. کریم MSC داد. آره میگه آره. نه میگه آره. کریم خودمی. اوکی خب کوپش بدم اسلش ایز نکن بسپار به خودش. یا دزدی میکنه میرینه تو بیس یا اینکه خوشحالی میکنیم ما هم دوست میشیم. من باش دوست دارم. خب اول همه که کوبش دادم اسلش ایز خب خستگی هم در بر زهر مار از صدر یاد گرفت. نه ببین اینجوری مثل عقب مونده دم بهت داخل چست بهت گل بدم آقا کریم یه گل بگیر هست پر کن آقا کریم بفرمون گل چت گل گم شد. آقا کریم میتونه با کنه دیگه. آره کریم دادم رو در اینا رو بردیم. آقا کریم باشه اینم باشه کریم رو بلاک میکنیم هیچیش نشه. برو آقا کریم کاری نداشتم.
خب الان چیکار کنیم؟ الان ویدیو رو استاپ کنیم، اینجا رو تکمیل کنه. پولش هم خودمون هم اینجا نمیدیم، تکمیل اسکمش کنیم. میکنیم. اه، اسکمش میکنیم؟ اسکمش نمیکنیم، اه. دوستش داریم. بیا آقا کریم کلات ماش کنم. وایسا من الان کله یه کچلش ده رو اضافه کردم. کنم. اسمش 10,000 تا به گدا بدی قهر میکنه. انتر 10 میل داری. کریم. چقدر بدم؟ کمی این خسیسه 50 کی لاقل بده. این انقدر خسیسه بچه اینا 30,000 نمیشناسید تا بهش شما. دادم. اینقدر خسیسه از همینجا معلومه چقدر خسیسه. حرف به گلم خیلی خسیسه. هیچی نمیشه از این کشید بیرون. اینقدر خسیسه. خواستی یه بس دیگه هم از این میخواد با 30,000 باور کنید. ببین برای کارگرمون اسپید هم گذاشتیم. ایشوال از اینه داره اسپید رو گذاشتیم. من دوباره میمیرم. ای وای کجا رم اعتماد کجا نگو افتاد وای. نه چی الکترو میزنی؟ من که یه خوردم الکترو خریدم. به من بعد خوب حالا شده نظرایتی نکردی آیتما رو. خواستم من یکی نظرایتی کنم میدونم تا آیتما رو نظرت سلطان ندارم. بذار این دوتا گلم داداش دیگه من یکی بندازم میدونم. بره دیگه. به چه دردم میخوره؟ ای خدا نمیخواستم بمیرم. آقا ولم میکنیم. خداحافظ.